سرخط خبرها. نقض مکرر آتش بس از سوی پاکستان پس از توافق. در پی حملات تازه نظامیان پاکستانی در اسپین بولدک 5 تن جان باختند. متاسفانه تیره شپه یو ځل بیا پاکستاني لوري د کندهار پر سپین بولدک ولسوالۍ بریدونه ترسره کړو. استقبال امارت اسلامی از مواضع اخیر روسیه و هند در قبال افغانستان. رئیسان جمهور دو کشور از اقدامات امارت اسلامی بر ضد داعش ستایش کردند. واکنش وزارت امر به معروف و نهی از منکر به تحریم تازه اسرائیل بر اعضای امارت اسلامی. سخنگوی وزارت میگوید این کشورها تعریف حقوق زنان را نمیدانند. نه د ښځو د حقوقو تعریف پیژني او نه د ښځو د حقوقو ورکولو نه د بشر د حقوقو ورکولو ته ژمنتیا لري. و انتقاد 8 کشور عربی و اسلامی به اقدام اسرائیل در رفح. این کشورها اعلام کردند که به هر گونه تلاش برای کوچاندن مردم فلسطین مخالفند. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز شنبه 15 قوس 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 6 دسامبر 2025 میلادی. مشروع خبرها. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که در پی حملات نظامیان پاکستانی در اسپین بولدک قندهار 5 تن به شمول یک نیروی امارت اسلامی جان باخته و 5 تن دیگر زخمی شدند. او میگوید که آغازگر حمله پاکستان بوده و نیروی امارت اسلامی مجبور به واکنش شدند. گزارش از نستر امیری. پس از 12 روز از حمله نیروهای پاکستانی به 3 ولایت کشور که در نتیجه آن دست کم تا غیر نظامی جان خود را از دست دادند و 4 تن دیگر زخمی شدند، بار دیگر درگیری میان نیروهای پاکستانی و امارت اسلامی در اسپین بولدک قندهار رخ داد که در پی آن 5 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی تایید کرده است که نیروهای پاکستانی ناوقت شب گذشته حملات را به خاک افغانستان در ولسوالی اسپین بولدک انجام دادند و نیروهای امارت اسلامی ناگزیر به پاسخ متقابل شدند. متاسفانه تیره شپه یو ځل بیا پاکستاني لوري د کندهار پر سپین بولدک ولسوالۍ بریدونه ترسره کړو چې وروسته د اسلامي امارت ځواکونه هم غبرګون ته اړ سول او د شپې 11 بجې بیا دغه جګړه درېدلې ده. اوس مهال په سیمه کې وضعیت نورمال ده. په دې برید کې د یو مجاهد په شمول 15 تنه زموږ ملکی هیوادوال په شهادت رسیدلی دی او 15 نور ژوبل شوي دي. در همین راستا برخی آگاهان میگویند که پاکستان همواره با پیش گرفتن سیاست دوگانه در ظاهر به مذاکره و همکاری روی می آورد، اما در عمل به اقدامات مخرب و دخالت‌های نظامی خود در خاک افغانستان ادامه می‌دهد. پاکستان در حال حاضر بدترین بحران داخلی تاریخ خود را به سر میبرند و اقتصادش زنجیره وامهای صندوق بین المللی پول گرفتار هستند. حملات تحریک طالبان پاکستان در سال 2025 از 600 مورد گذشته هست. شورش بلوچستان شعله‌ور شده. خیبر پختونخوا از نظر سیاسی بی‌ثبات است و مخالفان سیاسی به رهبری عمران خان فشار سنگینی را بالای حکومت وارد کردند. در چنین شرایط بسیاری از سیاستمداران، تحلیلگران و حتی برخی افسران بازنشسته اردوی پاکستان علنا میگوید که جنگ با افغانستان به نفع پاکستان نیست. در طی سالیان متمادی به این سو در رابطه موضوع افغانستان از دو نوع پالیسی استفاده کردن که رو در رو یکی عقب پرده. البته پالیسی عقب پرده آیسای و اردوی پاکستان تنظیم میکنه. این در حالی است که پیشتر امارت اسلامی حملات نیروهای پاکستانی به ولایت‌های خوست، کنر و پکتیکا را نقض حریم هوایی و قوانین بین المللی دانسته و آن را شدیداً محکوم کرده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی تاکید کرد که دفاع از مردم افغانستان حق مشروع امارت اسلامی است و در زمان مناسب پاسخ داده خواهد شد. امارت اسلامی از بیانیه مشترک رئیسان جمهور روسیه و هند که از مبارزه با تروریسم در افغانستان ابراز اطمینان کردند استقبال کرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که افغانستان با هند و روسیه روابط نیک دارد و با تمام کشورهای جهان نیز روابط نیک میخواهد. او از کشورهای منطقه خواست که در امر بهبود روابط اقتصادی و سیاسی با افغانستان گام‌های مؤثر بردارند.
افغانستان له روسیې فدراسیون او هند دواړو سره ښه روابط لري. دغه راز دواړه هیوادونه د افغانستان په اړه رغنده موقف لري او موږ د دوی د دې رغنده موقف او دریځ هرکلی کوو. افغانستان له نورو هیوادونو سره هم ښه روابط غواړي. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر به تحریم تازه استرالیا بر اعضای امارت اسلامی واکنش نشان داد. آقای خیبر میگوید که وضع تحریم ها تازگی ندارد و این کشورها تعریف حقوق زنان را نمیدانند و به آن هم متحد نیستند. په تیرو 4 کلونو کې دې ته ورته نور بندیزونه هم لګېدلي دي، ولې خو دا یو معلوم حقیقت دی چې دغه جهتونه او دغه هیوادونو چې دغه کارونه ترسره کوي هغوی دا په ډاګه کړله چې دوی نه د ښځو د حقوقو تعریف پیژني او نه د ښځو د حقوقو ورکولو نه د بشر د حقوقو ورکولو ته ژمنتیا لري. روزنامه دان پاکستان به نقل از بازرگانان پاکستانی نوشته که بسته ماندن مرز پاکستان و افغانستان روزانه 4 میلیون دلار به تاجران آسیب میرساند. بازرگانان پاکستانی در گفتگو با این روزنامه هشدار دادند که اسلام آباد با این روی کرد بازارهای افغانستان و آسیای مرکزی را به سرعت از دست میدهد. و در ادامه هم چند خبر کوتاه از جهان. پس از بازگشایی یک طرفه گذرگاه رفح به سمت مصر از سوی اسرائیل، 8 کشور عربی و اسلامی به این اقدام واکنش نشان دادند. الجزیره گزارش داد که این کشورها در بیانیه این کار را کوچ اجباری فلسطینیان دانسته و از آن ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه بر ضرورت پابندی کامل به توافق غزه که در برگیرنده باز شدن گذرگاه رفح در دو جهت هم از غزه به مصر و هم از مصر به غزه تاکید شده است. این در حالی است که اسرائیل اخیراً گفته که گذرگاه رفح تنها به سمت مصر باز خواهد بود تا ساکنان غزه به این کشور بیرون شوند. در اوج مذاکرات امریکا و روسیه بر سر ختم جنگ در اوکراین، پهپادهای اوکراینی بر یک مرکز تجارتی در جمهوری چچن روسیه حمله کردند. رمضان قدیروف رئیس جمهور چچن در واکنش گفته که در هفته آینده سایت‌های نظامی در اوکراین هدف قرار خواهند گرفت. قدیروف گفته که این پاسخ سخت و قاطع خواهد بود و تاکید کرده که برخلاف طرف اوکراینی حمله به اهداف غیر نظامی انجام نخواهد شد و تمرکز تنها بر زیرساخت‌های نظامی خواهد بود. رهبران فرانسه و چین در بیانیه در خصوص همکاری بیشتر جهت توسعه کاربردهای صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای به توافق رسیدند. در این بیانیه تاکید شده که فرانسه و چین قصد دارند تبادل تجربه و همکاری فنی در حوزه ایمنی و امنیت هسته‌ای را تقویت کنند. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد بدرود.